از میان بیابان‌های خشک و دشت‌های سوزان، از دل جنگل‌های خوفناک، از ورای سیاهی شب برای انتقام می آید. وحشت در دل دشمنانش می اندازد. پیشش مرگ است و هدفش انتقام. همه می ترسند از انتقام دلاور سرخ. انتقام دلاور سرخ، این نام را به خاطر بسپارید. انتقام دلاور سرخ به زودی در سینماهای بزرگ کشور. انتقام دلاور سرخ از میان بیابان‌های خشک. ببری خان، بازگشت شکوهناکتون رو به آغوش گرم خانواده تبریک بگوییم و امیدوار بیدیم که سایه بزرگتان همیشه روی سر ما بویتی که چشم حسودا کور بشه. قربون قد و بالاتون برم بگوری. خب یه شعرم از خودم در کردم که دوست دارم زمینش وحی کنی. وحی کنم برات؟ بله حتما. زمستون اومد و ببری وی اومد، هوا ابری شد و برفی وی اومد، به قربونش بریم ببری پلنگو، سیبیل مشکی و مو فرفر قشنگو. خوبی؟ خیلی عالی بود، مخصوصا من هلاک اون یه تیکه مو فرفر قشنگو شدم. عالی بود، عالی منم بود. خودم قربونش وحشه. خیلی خوب بود. فقط یه ایرادی وجود داره، از صبح تا حالا 20 نفر اومدن عین همین متن رو و این شعر رو ضمیمه کردن دادم به من که چاپ بکنم برای ببری خان. مشکلی نداشته بود، من خودم فروخته بودم بهشون. نه برای شما که میدونم مشکل نداره، برای من مشکل داره. تو صفحه آگهی روزنامه تمام آگهی‌های پاچه خالی در واقع عین هم میشه اون وقت. نه هیچ اشکالی نداشته بود. نه اینی که همه دوست دارن پاچه خالیشو ور کنن. بله. این شعر از خودشون در ور کنن. کاملا در جریان. به خاطر این نه اینی که زورش زیاد بید، هوای همه رو داشته بید. بله. روی این حساب همه دوست دارن پاچه خالیشو ور کنن. بله. حالا تو اگه دوست داری پاچه خالیشو ور کنی، یه دونه این شعر رو بهت بفروشم. نه خیلی ممنونم، متشکرم. با سلام دکتر جکو، حال شما چطوره؟ سلام. خوب هستین؟ کیانوش یه کار واجبی باید داشته بودم. خب اگر میخواین که همین متن پاچه‌خواری رو در واقع برای تبریک و اینا به ببری خان بگیم، من عین متن رو دارم شعرم ضمیمه میکنم، اسمتون رو میزنم موزی. نه بوا، خیلی واجب‌تر از این بی. منتها یه خود خصوصی بی. شیطون کار خصوصی نداشته بیدیم ما. دوست نشو برو به کاره. چرا از خودت خشانت خجودی؟ اخمم نکن، روی پیشونیت خطش زیاد وحشه. بگوام برو پای کاره. خداحافظ. خداحافظ. دکتر خیلی عصبانی به نظر میرسین. نه اتفاقا امروز خیلی هم خوب بیدم. خوب بیدین. خب دکتر چه کاری از دست من برمیاد؟ برخوام با هم ویای برام خواستگاری. خواستگاری؟ ها میخوام تا دیر نشده زن بگیرم. خب به سلامتی. کی هست این زن خوشبخت؟ این بلقیس خانوم بی. راستش از اولم میخواستم اونو بگیرم ولی نه شد. چرا؟ موهای خدا بیامرزم با هم نویومد خواستگاری و گفت از بس تو زشت بیدی من خجالت بکشم باهات ویام خواستگاری. البته خدا رحمت کنه مادر، ولی شما زشت که نیستید، خیلی مردونه و جذاب هستید. یه کمی خاطر لوس نوکن، خودم بدونم که زشت بیدم. حالا ویا خواستگاری یا نه؟ البته دوکی من فکر میکنم شما اگر یکی از بزرگان برره رو با خودتون ببرین بهتره، ها جواب میگیرین. نباشه. به خاطر اینکه اگر بلقیس جلوی بزرگای برره به من بگوید نه من ضایع بشم، ولی نه اینکه تو آدم نبیدی من زیاد خجالت نبکشم. بله. حالا ببینم میای یا نه؟ خب بله اومدنش که امروز بیا جلوی بزازی بلقیس. فقط یه ایرادی وجود داره، من باید سحرناز رو در جریان قرار بدم. اون دیگه برای چی؟ خب ببین به هر حال اگه یک زن با ما بیاد بهتره، خانم‌ها حرف همدیگه رو بهتر میفهمن. بعدم دوکی از تو چه پنهون سحرناز منو تهدید کرده، گفته اگه پاتو تنهایی تو بازار بذاری قلم پاتو میشکنم. هر غلطی وقای وکنی وکن، فقط بهش بگو که به کسی دیگه نبگو. بله چشم. پس من برم به سر وضعم یه خود ورسم. بله حتما، البته میدونم اثری نداره ولی حتما بفرم. ببری می آید، او از دل جنگل‌های خرسناک می آید. او آمده تا وحشت در دل دشمنانش بیندازد. او انتقام میگیرد. او انتقام میگیرد. سلام دایی، امروز سر حال بیدی ها؟ ببری سر حال است. ببری انتقام میگیرد. او آمده است تا انتقام بگیرد. وای دایی چه گفتی؟ او آمده است تا انتقام بگیرد. این نام را به خاطر بسپار. صبر کن ببینم اینا رو کی بهت یاد و داده؟ او کیه یانوش؟ ببری خود میداند که چه بگو. من
بدونم اینه چون من بازی ها فقط کار این که یانوش بید. ببری میداند که چه بگوید. او آمده. سلام علیکم سرناز خانم. سلام علیکم. سلام علیکم. چطوری؟ آینه چه خوب شد آمدی که یانوش. من همین الان خواستم پیش پات بیایم این دفتر روزنامه را رو سرت خراب کنم. برای چی؟ دوباره چی شده؟ ببری آمده است تا دفتر روزنامه را روی سرت خراب. چرا آنانس فیلم میگه؟ این چیزا چی میگه؟ از من بپرسی تو خودت اینا رو یادش ندادی. من یادش دادم؟ به جز توی بنره کی با این لهجه مزخرف حرف در بکنه. من یادش ندادم. دایی با دست نکنه. بیا. این تو بدآموزی و داری که یانوش. و داری بدآموزی یعنی چه؟ یعنی تو از خودت پرت و پلا در بکنی، اینم از خودش تقلید در بکنه. میگم من این چیزا رو یادش ندادم. هی میگه. گوش بکن. این دایم بید. روشم تعصب ندارم. من نمیخوام تو اینه بدآموزش بکنی. میگم من این چیزا رو یادش ندادم. میذاری حرفمو بزنم یا نه؟ خب بگو. این دکتر جکول اومده بود. پیش من میگفت من میخوام برم زن بگیرم. دکتر بخواد زن بگیره. خب این کیه بخواد بگیره؟ خیلی اخلاق بد و زشتیه. خیلی اخلاق بدیه. به عیب و ایراد دیگران میخندی. خیلی. خب باید بخندیم. نمیفهمم شما یه آدم چاقم ببینیم بهش میخندی؟ نه پس گریه بکنم. با میذاری حرفمو بزنم یا نه؟ این اومده بود میگفت من میخوام زن بگیرم، تو باید بیای بریم برای من خواستگاری کنی. یعنی من چرا هر کی بخواد زن بگیره و یاد سراغ تو تو بشدی معلم اینایی که بخواد زن بگیرن. بابا بذار حرفم تموم شه. من گفتم من بدون همسرم نمیام برای شما خواستگاری. حتما سرناز باید بیا. خیال راحت شدم. راحت بشد. حالا اینه که یانوش این کیه بخواد بگیره؟ این بلقیسو. نه بلقیسن این نباشه. من بدونم این چقدر روی شوهر وسواس داشته بید. ایناش دیگه اصلا به من مربوط نمیشه. من قول دادم به ایشون. شما هم باید با من تشریف بیاریم بریم براشون. حالا تو هی برای الکی قول بده. گند بزن من ویام جمعش بکنم. از فردا تو براره بهمون بخندن که رفتیم واسه دکتر جکول زن بگرفتیم. ای بابا باشه. بریم. دایی تو هم دیگه اینطوری حرف نبزن. همینجا بشین تو ما ویام. سلام علیکم. سلام کو؟ بزن گردنتو خورد کنم. چرا چی می‌خوام دیوار کردی؟ ساناز یه چیز بهش بگو. نه دکتر ببخشش این اصلا بخشناسی سرش نباشه. حیف که برام بخوای بری خواستگاری. خب بگونم لباسم خوب بید؟ خیلی خوبه. البته امروز اگه روز خواستگاری هستش این لباس رو نمی‌پوشید بهتر بود نه؟ مگه لباس خودم چش بید؟ هیچی خیلی خوبه. یه کلا سیلند بذاری میشه فراک. بفرمایید بریم دیگه داره دیر میشه. بفرمایید. سلام بلقیس. سلام سرناز. سلام آقا کیانوش خوب بیدی؟ سلام علیکم بلقیس خانم. حالتون چطوره؟ خوب هستین شما؟ حالا چه خبر اینقدر حال احوال بکنی؟ یه سلام بس بید. بله. سلام دکتر جکول خوب بیدی؟ سلام بلقیس خانم. و گوام و اومدین پارچه بخری نه؟ نه خیر من الان خدمتتون عرض می‌کنم. ما برای یک امر خیری خدمتتون رسیدیم. حتما توش پول خوب بید ها؟ نه اصلا ربطی به پول نداره. چه جور امر خیری بید که اصلا توش پول نبید؟ خب به هر حال ببینید یک مسائل مهمتری هم، البته پول خیلی چیز خوبیه ها. یک مسائل مهمتری هم تو زندگی هست، مثلا مثل عشق. ولی به نظر من که پول مهمتره. منم همینه بگوام. راست بگم پول مهمتره. تو هم همینو میگی؟ خب بعد من واسه تو اجازه بدید من خدمتتون. ببینید که یه چیزای مهمی تو زندگی هست مثل عشق. مثلا خود من تا زمانی که ازدواج نکرده بودم آدم هدفمندی نبودم، انگیزه برای زندگی نداشتم. از موقعی که با سرناز ازدواج کردم خیلی احساس خوشبختی میکنم. اصلا من یک انسان خوشبخت هستم. سرنازم همینطور. سرنازم خیلی خوشبخته نه؟ نه من خوشبخت نبودم. تو جلو پیشرفت منو بگرفتی. من جلو پیشرفت تو رو گرفتم؟ تو این نوازاری با یه تفنگ برای خودم بخرم. نمیفهمم من زنگ گرفتم یا تفنگچی قشون گرفتم؟ نه من تفنگ بخوام. این به من مربوط نبود. من تفنگ بخوام. ای بابا شما دو تا پیوندین دعواتون رو اینجا بکنین. خب تو خونه بکنین مزاحم کسب کار مردم نباشین. خب آخه نمیذارن که من صحبت رو ادامه بدم که. بس که جان بکنی که یک کلام از ذهنت در بشه. و ببین بلقیس ما اومدیم خواستگاری. خب پس چرا اینو از اولش بچه آدم نبگویید؟ بله. خب خواستگاری کی اومدیم؟ خواستگاری شما اومدیم ما. بله. خاک و چوب. آخ کیانوش بخوای من بگیری؟ بزنم چشم هر دو تانه در بیارم و یکی یانوش خرد بکنه بخواد یه زن دیگه بگیره. این دکتر بخواد بگیردت. بله. دکتر جکول خودمان؟ بله. شما موافقین؟ نه باشه. یعنی نبگویم که دکتر جکول بد بید ها، ولی خب
شرایط مرد ایدئال من نداشتم. همین رو خواستی دیگه. نه باید ببینیم شرایطشون چیه. الان شما شرایطو بگین. بگم من بخوام که شوهرم خوش‌تیپ باشه و هنرمند باشه، آواز خودش در بکنه. باز نگویم؟ نه دیگه نبگویی. ببخشید که مزاحمتون وش شدم. من از اولش هم بد می‌دونستم که زشت بیدم. ببخش. بچه مردم مزمحل شد رفت. خب این چرا صحبت کردن آخه؟ من از اولش هم بدونستم که این بلقیسنه این دکتر جکول نباشه. خب من فکر می‌کردم که به هر حال یک امیدی هست ما بتونیم اینجا صحبت. نه بریم این موهای خدا بیامرزش هم یه چیزی بدونست که نبرف براش خواسته. دکتر ولی امروز سرناز من خیلی ناراحت شدم برای دکتر. واسه چه؟ مگه ندیدی چه جوری گذاشت رفت؟ دلش شکسته بود، خیلی ناراحت کننده بود اون منظره. خب تقصیر خودش بید، بخواست نبره خواستگاری. این چه حرفیه میزنی؟ خب تقصیر دکتر نی، این بلقیس رو دوست داره، تقصیر دله. نه تقصیر دکتر این بید که این بیریخ بید. خیلی حرف زشتی زدی، خیلی حرف بدی زدی. آدم راجع به ظاهر آدما نباید قضاوت کنه، مهم ذات آدم هاست. باز تو حرف علکی از خودت در بکنی. این پس فردا که دکتر برفت تو بازار میوه بخره، نه بگوان که این ذات قشنگ بلقیس وی آمده که میوه بخره، بگوان که این شوهر زشتش وی آمده میوه بخره. خب البته یه جورایی راست میگی، ولی آدم از همین آدمو باید پرهیز کنه. اینا عقلشون به چشمشونه. تو فکر می‌کنی من اومدم خواستگاری تو به خاطر ظاهرت بود؟ من شیفته اخلاق تو شدم. اینه منظورت این بید که من زشت بیدم. من کی همچین حرفی زدم؟ بیاد بیرون. بفرمایید از شیر فرهاد که از دستش راحت شدیم، حالا این سرشو میندازه پایین میاد تو همینجوری. تماشا بکنید به من میگم. چرا همچی بکنه؟ اینا رو تو یادش و دادی ها؟ من یاد نکن دایی، نکن آقا. من کجا یادشم؟ من خودم این چیزها رو بلد نیستم. من مطمئن میدم یکی داره برای این از خودش بدآموزی در بکنه. ولی من اینو امروز تو رادیو شنیده بودم. خوشبخت نکن دایی. چه قیافه‌ای بید که من داشته بیدم؟ هر وقت خودم رو تو آینه ببینم و ترسم. همش تقصیر تو بید بوا. فکر نکردی که من چجوری زن بگیرم؟ اصلا بگو ببینم تو خودت چجوری زن بگرفتی؟ موام وقتی تو رو دید چجوری سکته نکرد؟ که سهراب برو این استکام خالی رو جمع بکن برو برم سه او آم تیمور نباشه بذار اینجا تمیز بکنم برم و گفتم من الان برو بزنی سلام در بکردم دکتر خوش آمدی گوشتو باید جلو ببینم بگو از این توپل چای نخودت داری؟ ها بدارم و خواهی چیکار بکنی؟ نخوام باهاش دارو درست بکنم یه خورده بده چرا عصبانی باشی؟ صبر بکن بدم بده همین الان بخوام بده الان بدم بفرما باید هم تیمو اینم چای نخور مگه نگفتم جمع کن فرده بیار برو من چرا بزنی؟ من چی کاره بیدم؟ برو جمع کن فرده بیار برو این هوا جون وده واسه این گردن خود نزدن که وتره کنی
حال بده عجب فازی بده من اشتباه کردم. این تقصیر من نبی. این رفیقای ناباب منو به ورطه سقوط و کشوندن. ناباب کی بی؟ دکترم. دکتر تو بیدی. خب یه خود یواشتر و یا تمام و پرید هرچی و کشیده بیدم. اینقدر حرف نفت از خودت در بر نکن. یه خود از اون گردن خودت بده. از اون گردن خودت یه خود بعد کار دارم. ای کلک گردن خود واسه چی بخوای ها؟ بخوای پاس بگیری ها؟ تو مربوط نبید. بگو هم گردن خود بده. حالا تو عصبانی وشی اینو بگی وکش. فقط بگو هم اگه بخوای تو این حالت این گردن خود بزنی عصبانی باشی یا این گردن فاز منفی بگیری. تو مربوط نبید. نرو. پولش اقلکم بعد خوبه. برو خرید و فروش غیر قانونی بید. برو. گردن خود غیر قانونی بید. سلام دکتر. صبح دلانگیز طلایی زیبای نوستالژیک پاییزیت به خیر. سلام. من کار بردارم. بخوام برم. نه فقط زیاد نمیخواستم مزاحمت شم. میخوام بهت بگم که امیدت رو از دست نده. اصلا ناراحت نشو. من دیروز خیلی تاسف خوردم که دیدم بعضی از آدما عقلشون به چشمشونه. شما امیدت رو از دست نده. یک همسر خیلی خوبم برای شما پیدا میشه. من مطمئنم. مزخرفات تموم بشو. بله. من اصلا قصد ازدواج ندارم. نداری. از اولش هم نداشته بیدم. نداشتی. یه خود هوس کردم تو رو سر کار بذارم. منو سر کار. و خندی. بسیار خوب. خداحافظ. خداحافظ. خونتو بیاید بیرون آدمای خوشبخت منو الو رادیو اونجا؟ بله خانم بفرمایید. شما با صدای شب صحبت میکنیم. من افشار هستم. همانطور که میدونید بحث امشب ما غیبت کردنه. شما حرفی در این مورد دارید که با شنوندگان ما بزنید؟ بله منم اول سلام میکنم به شنوندگانتون. جونم براتون بگه که من یه خواهر شوهری دارم که از صبح تا شب همش داره پشت سر این اون حرف میزنه. نه که فکر کنید به خاطر این بعدشون میگم که خواهر شوهرمه ها. نه باور کنید همه خانواده رو انداخته به جونم. هم پریروز رفته به خونه خاله شکوه اینا. خاله شوهرمو میگم. نمیدونید چه فتنه‌ای به پا کرد. یه کاری کرده که خاله شکوه پاشو کرده تو یه کفش که از شوهرش جدا شه. اصلا هر جا میره یه آتیش میسوزونه. به جان بچه‌م اگه شوهرم میذاش خودم میکشتمش. بس که این آدم حسود و زشت و بی‌تربیته. ببخشید وقتتون رو گرفتم و خداحافظ شما. به جون بچه‌م اگه شوهرم میذاش میکشتمش. خب یک کم خلنجون بریزی توش. یه خوردم پشگل خوش شده یابو. اینم حسود سرفروک. حالا هم بزنی. خب پیشاب خوش شده بوس 1 عدد هم بزنی. خب حسود سرفروک هم بیت. بوی گلنس مرا چو زایید مووا. بوی گلنس مرا چو زایید مووا. بگور تو نبتونی شعر تو دلت از خودت در بکنی که از صبح تا داری فقط هم یه جمله رو بگویی؟ چه بکنم؟ هر کاری بکنم مثل دومش ازم در نبشه. خب زودتر در بکن دیگه. چشم
سلام خانم. سلام. من مستر هدایت هستم. سلام. منم چلم. ببخشید بلقیس بیدم. ببخشید من تازه از تهران اومدم. من شنیدم اینجا یه کافه هست به اسم کافه شب‌های برره. درسته؟ هابید. میشه آدرسشو به من لطف کنید؟ من میخوام برم اونجا ببینم اگر که خواننده ندارم من یه مدتی اونجا آواز بخونم. شما آوازم بخونید؟ خب بله، من تخصص اصلیم آواز خوندنه. خب اگه آدرسشو به من بدید من دیگه مزاحمتون نمیشم. خواهش میکنم. چه مزاحمتی بید؟ شما باید کافه همینجا، یعنی اونجا بید، باید از اون طرف برید به کافه برسید. اکسلنت. با اجازه. خواهش میکنم. آیچا عجب معده درد گرفته. حالا یک روز من مریضم. نگاه کنی دکتر کتاکالا کتو گوره رفته. تو رو نبید چه بوز قشنگی و گرفتن. مرد شروع هیکل تبرن نکبت کدو گوری میدید حالا. خودتون و گفتی برای دکتر ویال منم ویو بردم. کوش کجا هستا؟ کجا آوردی دکتر؟ من رفتم دم این خونهشون هرچی در بزنم در باز نکرد. بعد رفتم توی خونهشون از پنجره رفتم اونجا هم نبید. کدو گوری رفته پیدا کن بردار بیارینا. نباید دکتر سر کارش باشه. اومد الان یک مریضی اورژانسی داشت چه غلطه باید بکنه؟ ببخشید وسط این عربدتون من سوال بکن. این چه و گفتی یعنی چه؟ یعنی زهرمار، یعنی کوف، یعنی زخ نبید، یعنی زخ خوندن. برو پیدا کنی دکتر بینه کدو گوری رفته. من نمیدونم. تیربارانش میکنم این اگه من پیدا بکنم. آخه تغرل جا این اگه بخوای تیرباران نکنم کی تو رو معالجه در نکنه؟ اینقدر حرف نزن دوی براره. من الان اعصاب ندارم میگیرم خودتا به جا دکتر اعدام میکنم. خب این خیلی دیگه بی منطقی بی. تغرل جان شما اگه منو وکشی اون وقت تمام مردم دنیا ووی گولن که اینجا اختناق در نکردی. ببند حلقتا میگیرم همینه تو این که بود دیگه؟ من نمیدونم اما لهجهش خیلی زایه بید. او چه بود دستش؟ اسلحه‌اش بید گمونه. تو بچه اینجا نشستی؟ پاش بارکم شو دکتر پیدا کن. ترجیخا کدو کنه رفتی؟ آب تا براب کو. آقا بی زحمت یه چای نخود به من بده. الان بدم من بگویم که سهراب این کی بید؟ کی بید که والا نمیدونم کی بید، ولی هر کی بید خیلی خوش تیپ بید. فکر کنم غریبه بید از شهر وی آمده. لهجه زایش معلوم بید که از شهر اومده بیده. از تهران اومده بیده. نه معلوم کی بید. آسمان چشم او آینه یکی، آن که چون آینه با من رو به رو بود. درد و نفرین بر سفر بود. سرنوشته این جدایی دست او بود. کی میده؟ چقدر خوش قیافه میده. صداشم خیلی قشنگه. صداش از دوبرره بهتر نبید؟ دست درد نکنه. میشه بازم برامو بخونی؟ حتما اگر که این آقا اجازه بدن که من تو این کافه بمونم و آواز بخونم من هر روز براتون میخونم. من بگویم که از فردا چای نخود 2 برابر بشه. چرا؟ همینه که بید. چای نخود با موسیقی زنده بایست 2 برابر بشه. نبخواید برید بیرون. حالا تو کی بیدی؟ من مستر هدایت هستم. پسر عموی دکتر جکول. من میرم خونه
جای مثل دکتر جکول یه استراحتی میکنم و برمیگردم دوباره بعد از سلام سرناز خانم، چیکار داریم میکنین شما؟ چه بشد وحشت بکردی؟ بله همه میترسن این تیره بخوره تو قفسه سینه‌شون. برای این بازی ها جاش اینجا نی، شما باید بری تو حیاط بازی کنی. بله نه این بازی نبید، این تمرین شکار بید. خب بله این تمرین شکار بید. یه دقیقه اینو بده به من، گوش کن ببین چی میگم. آها بسیار خوب. این پسرعمو دکتر جکول میگن اومده از فرنگ برگشته، خیلی هم خوش تیپه. نه کمانم وده به من. بسیار خوب گوش کن، میگن یه دهم رفته تو کافه آواز خونده، یه سر اونجا زده آواز خونده، صداش هم خیلی قشنگه. نه کمانم وده به من. حالا تو هم هی سوزن دیگه کرده بگو این کمانم وده به من. خب باشه میدم بهت کمانه تو. نه من سوزنم گیر نبکرده، این کمانم وده به من. خیلی خب باشه. به جون بچم اگه شوهرم میذاش همتونو میکشتم. این دیگه از دست رفته ها. نه آبرومان وره تو برره. بله نه کمانم وده به من. بفرمایید بزنید تو سینه‌ش راحتش کنید. خاک بچول. کدوم گوری بیدی تو دیشب؟ آمردم تا صبح از دل در پرتمن باشری. بابا کار شخصی برداشتم. مرده شروع کار شخصی تا ببرن. دکتر اصلا بر چی باید کار شخصی داشته باشه؟ باید مطبشو ول میکنم برم. از تو نبگو این وقت یکی این وقت این وسط دل دردش اون جانس بگیره اون وقت چه وشه. من کار شخصی تو مهمتر یا پرکتش پاره وشه اون وقت گور به گور وشه. تو وقت چی کار بکنی؟ مرده شروع سبیلات ببرن. تو نمیشه از من دفاع نکنی نکبت. خب من نبتو من جان نثار تو بیدم. خاک بر سر من که جان نثار من تو شمپت هستی. سلام دکتر، خوب بیدی؟ سلام بلقیس خانم، حال شما خوبی؟ چه غلطی داری میکنی؟ من دل من درد میکنم، موهای من چشونه میکنی؟ پرت و پلا نبگو، من دکتر بیدم یا تو؟ اصلا من میگم که هیچ چیز نبید. که تو هیچی من نبیدم، میگم تا صبح مردم از دل درد. اصلا دل درد داری؟ بعد آمپول بخوری. این چیه؟ آمپول بید. این آمپول که مال گوساله است مرد حسابی نمیخواد. اصلا دل من خوب شده، پاشو ببریم آقا. این آقای آمپول وزن بهتر بشی ها. این آقای دکتر جکولی چنان آمپول وزنه که تا یه هفته جاش عینه و این نشیمنگز درد نکن، اما بعدش خوب بشی. پاشو ببرو میگم. پاشو ببرو تا کوچاخت نکردم. پاش ببر گم شو. تا صبح باید نگهبانی بدی نکبت. خوب بیدین دکتر؟ ها کاری برداشتی؟ و خواستم که یکی از اون پماد پای چشتون به من ودین. رو جفت چشا الان بعدم بهتون صبر کنی. و شنیدم که مهمون دارید ها، درست بی؟ ها پسرمون بی از شهر وی اومده. چطور مگه؟ هیچی، من فقط خواستم بدونم که اون وقت الان کجا بیدن؟ الان خونه من استراحت از خودش در بکنه. آخه من دکتر جکول دیروز که از خودشون آواز در بر کردن من صداشون رو برشنیدم، خیلی خوب بخون. بگی برو کار بدارن. برو خدا. آسمان چشم تو آینه یکی آسمان چشم تو آینه یکی آسمان تو آینه یکی. دیگه نبترس دکتر، دیگه نبترس. دوران زشتی به سر رسید.
سلام مستر هدایت.